فقط 520,000 یورو جمع شهروندی یا پاسپورت ترکیه برای یک فامیل یا خانواده از آن ویلای صفر ساخت در شهر آلانیا ولایت آنتالیا کشور زیبای ترکیه، دارای 5 اتاق، جمع سالن، حوض آبازی و پارکینگ، 600 متر مساحت خود ویلا هست و 300 متر زیربنا داره. با ما باشید میریم داخل. از آن نمای بیرونی ویلا تا عرض کردم 600 متر و 300 متر زیربنا میبینین که بسیار یک منطقه مقبول بین طبیعت. با ما باشین میریم داخل. طرف داخل میریم. از آن یک آشپزخانه، یک اتاق خواب به صورت و یک اتاق دیگه در اینجا قرار دارم با یک تشناب حمام. یک تشناب حمام دیگه اینجا هست. دروازه ورودی و زینه طرف بالا میره. منزل 2 هستیم. یک حمام تشناب دیگه اینجا زن و یک ماستر روم همراه با حمام تشناب علیحده که تقریبا فکر میکنم 7 تا 8 تا حمام تشناب داره. و این قسمت یک اتاق خواب، این قسمت یک اتاق خواب دیگه و این قسمت ماستر روم باز همراه با حمام تشناب و انصافا اتاق خواب بسیار زیاد کلان است. و طرف بالکن میریم. ببینید بالکن یا برنده همراه با یک دانه آشپزخانه که اینجا ماندن برای منزل بالا که اگر کدام پخت و پز شوه اینجا بتونن که زودتر پخت و پز بکنن. به این صورت از آن میریم طبقه بالا. از آن طبقه بالا یا منزل بالا یا تراس هست. از آن میبینین که بسیار زیاد تراس کلان و مقبول به این صورت و بسیار یک ویو یا منظره بسیار فوق العاده است. جنگل کوه و تقریبا 4000 متر یا 4 کیلومتر تا بحر مسافت داره. شهر آلانیا ولایت آنتالیا و کشور زیبای ترکیه.